اگه با تکنولوژی ایسیم آشنا نیستی، همین الان میتونی گوشیتو بررسی کنی که ببینی این قابلیت رو داره یا نه. فعال کردن ایسیم این قابلیت رو به شما میده که در کنار سیم کارت فیزیکی از سیم کارت‌های دیجیتال هم استفاده بکنید که توی ایران تا 10 تا سیم کارت ایسیم میتونین داشته باشید. تصور اشتباه اینه که همه فکر میکنن ایسیم فقط روی آیفون 17 فعاله، در حالی که از آیفون 12 به بعد تا آیفون 17 و روی گوشی‌های سامسونگ از S20 به اینور تا S25 ایسیم رو دارن. دیدین بانک‌ها بدون اینکه دیگه نیاز باشی بری به بانک حساب دیجیتال برات باز میکنن، همه کارا رو هم با نرم افزار انجام میدید. ایسیم هم دقیقاً همچین چیزیه، یه QR کد که وقتی روی گوشیت فعال میکنی همه خدماتی که از یه سیم کارت فیزیکی میگیری حالا دیگه از ایسیم میتونی بگیری. ایسیم یه انقلاب توی دنیای سیم کارتاست که استفاده ازش خیلی راحت‌تر و امن‌تر از سیم کارت‌های فیزیکیه. این تکنولوژی با حذف فیزیکی سیم کارت توی گوشیتون فضای بیشتری ایجاد میکنه و شما به راحتی میتونید با استفاده از یک ایسیم از اپراتورهای مختلف استفاده کنید.